کجا داریم بچه الواز ایکس مستر هستم به یه ویدیوی دانستنی دیگه. خیلی خوش اومدین عشقا. سال نو تو مبارک باشه. پیشا پیش سال نو رو بهتون تبریک میگم. ایشالله که سال خفنی داشته باشیم هممون. من که امسال قراره بتره کنم ولی نمیخوام راجع بهش صحبت کنم که چه کارهایی میخوام انجام بدم دیگه. یکی یکیشون رو خودتون میبینید. توی این ویدیو اومدیم سراغ آقایون و خانومایی که رکورد فرزندآوری رو توی تاریخ شکستن. یعنی چی؟ یعنی مردا یا زنایی که بیشترین بچه رو دارن، یعنی خانمایی که بیشترین فرزند رو به دنیا آوردن و آقایونی هم که بیشترین فرزند رو دارن دیگه. خب آقایون که به دنیا نمیارن. لایک ویدیو رو بهتره کنیم بچه‌ها. مطمئنم بعد از این ویدیو شاخ در میاریم. بریم سراغ ویدیو. Here we go. اول میریم سراغ خانوما بچه‌ها، چون خانوما کلا دوتا هستن. خب دوتاشون رو بهتون معرفی میکنم. یه نکته هم بهتون بگم بچه‌ها، آقایون میتونن بچه‌های خیلی بیشتری از خانوما داشته باشن، چون خانوما چند تا شوهر ندارن، خودشون یه نفرن که بچه‌ها رو به دنیا میارن. ولی آقایون، مخصوصا آقایونی که توی تاریخ توی زمانه قدیم زندگی میکردن، چندین تا زن میگرفتن، بعد هر کدومشون چند تا بچه میآوردن. به همین خاطر آقایون بچه‌هاشون بیشتره. پس این نکته رو توی ذهنتون داشته باشین. بریم سراغ دوتا خانم رکورددار. خانم و آقای گراواتا. بچه ها این زن و شوهر که فامیلشون هم دیگه گراواتا هست 62 تا بچه به دنیا آوردن. بچه ها دقت کنین، این خانومه 62 بار زایمان نکرده. ممکنه مثلا 20 بار زایمان کرده باشه ولی هر دفعه مثلا یه بار یه 2 قلو آورده، یه بار 4 قلو آورده، یه بار 3 قلو آورده که شدن 62 تا. 62 تا بچه آورده. فرام ریخته. اینا چجوری دیگه همدیگه رو میشناسن؟ وای مگه میشه همچین چیزی؟ 62 تا بچه، اونم یه زن 62 تا بچه رو توی طول عمرش به دنیا آورده که هر 62 تاش هم سالم بودن. و زوج بعدی که باعث میشه بیشتر از هر زوج دیگه شاخ در بیاریم، خانم و آقای واسیلیف هستن که رکورددار بیشترین فرزندن بین تمام زوجای دنیا و تاریخ. زوج منظورمه بچه‌ها، چون که مثلا بعضی آقایون هستن 100 تا زن دارن. خب طبیعیه که تعداد بچه‌هاشون زیاد باشه ولی اینا فقط 2 نفر بودن. خانم واسیلیف 27 تا زایمان داشته که توی این 27 تا 16 تا 2 قلو به دنیا آورده، 7 تا 3 قلو و 4 تا 4 قلو. چه خبرتونه؟ که جمعاً با هم میشن 69 تا، اما 2 تاش متاسفانه مردن و 67 تا بچه سالم به دنیا آورده بچه‌ها. البته این رکورد خانم است، 67 تا بچه به دنیا آورده که توی تاریخ این بیشترین بچه رو به دنیا آورده. یعنی تنها خانمیه که این تعداد بچه رو به دنیا آورده و توی رتبه اول قرار میگیره. اما شوهرش آقای واسیلیف به غیر از این خانمیش که 67 تا بچه براش آورده بوده، یه خانم دیگه هم داشته که از اونم 18 تا بچه داشته که اون خانم هم 6 تا 2 قلو آورده بوده، 2 تا هم 3 قلو، که در مجموع این آقا بچه های این خانمش و اون خانمش با هم دیگه میشه 87 تا بچه. این آقا 87 تا بچه داشته. پرام ریخته. بس نمیتونم باور کنم. حالا بریم جلوتر دیگه پراتون بیشتر میریزه. حالا با این دوتا خانم آشنا شدیم بچه. این دوتا خانمایی بودن که بیشترین بچه رو به دنیا آوردن، یه نفر بودن. خب حالا بریم سراغ بعدی، سراغ آقایون. همونطور که بهتون گفتم آقایون میتونستن چندین تا زن داشته باشن و از هر کدومشون هم چندین تا بچه. میخوایم ببینیم که رکوردشون چند تا بچه است. شماره 7 اولین پادشاه عربستان سعودی عبدالعزیز که 75 تا بچه داشته از تعداد زیادی زن. تا الان که اوکی، شما تا 87 تا بچه هم از یه مرد دیدین، این که حالا مثلا 75 تا بچه داره، کمتر از اون. شماره 6 فتحعلی شاه قاجار، دیگه از اسمش مشخصه یکی از پادشاه‌های ایرانی بوده که بیش از 108 تا بچه داشته که انقدر زیاد بوده حتی عدد دقیقشون هم یادشون نیست، که نتیجه 160 تا همسر بوده. 160 تا زن داشته فتحعلی شاه. 160 تا. و شنیدین دیگه 108 تا بچه داشته. تازه 108 تا دقیق نبوده، بیشتر از 108 تا بوده، یادشون نیست، تعدادشون نتونستن دقیق پیدا کنن. سعود ابن عبدالعزیز که این پسر رتبه 7 مونه بچه‌ها، همون پادشاه عبدالعزیز بود که اولین پادشاه عربستان سعودی بود. این پسر اونه. پدرش 75 تا بچه داشت. این دیگه رکورد باباشو شکونده. 106 تا 115 تا بچه داشته. دقیق نمیدونن چند تا بچه داشته ولی میگن بین 106
تا 115 تا بچه داشته این مرد. دمت گرم داداش، همیشه رکورد باباتون رو بشکنید. شماره 4 سوبوزای دوم که یکی از پادشاه‌های سوازیلند بوده. بچه من نمیدونم سوازیلند کجاست و این آقا بیش از 70 تا همسر داشته. چت گفتم همون 70 تا رو داشته، بیش از 70 تا نه، همون 70 تا رو داشته. اولین باری که پدر شد توی 15 سالگیش بود. 15 سالگی برا. و آخرین بچه‌ش هم وقتی که 92 سالش بود به دنیا اومد. 92 سالگیش، یعنی از 15 سالگی تا 92 سالگی فقط بچه می آوردن این خانواده. و این آقا 210 تا بچه داشته. 210 تا و رتبه 4 یا ابوالفضل. رتبه اول دیگه کیه؟ یا خدا مگه میشه رتبه اول؟ چه خبر بچه به دنیا؟ چه خبره؟ چه خبرتونه؟ رتبه سوم آگوست دوم لهستان که یکی از پادشاه‌های لهستان بوده. بچه‌ها عدد دقیقش رو نمیدونن ولی میگن این آقا بین 365 تا 382 تا بچه داشته. یا ابوالفضل چه خبرته؟ اینقدر بچه میخواستی چیکار؟ یه لحظه با خودتون فکر کنید، شما یه نفرین دیگه، نه مثلا تک فرزندین یا اصلا بابا خواهر برادرین یا 2 تا برادرین یا 2 تا خواهرین یا چه میدونم مثلا 3 تاین 4 تاین 5 تاین. فرض کنین مثلا 370 تا داداش داشته باشی، مثلا 370 تا علی. رتبه دوم اسماعیل ابن اشرف که از خاندان علویان بوده و یکی از سلطانهای کشور مراکش بوده. این آقا زنای زیادی داشته، یعنی همسرهای زیادی داشته و تعداد فرزندانش بیش از 868 تا بوده. یا ابوالفضل چجوری ممکنه همچین چیزی؟ بیش از 868 تا بچه داشته. بچه ها خیلی زیاده. 808 تا، تازه دقیق 868 تا بچه نداشته، داره میگه بیش از 868 تا. نمیدونم دقیق چند تا بچه داشته. مغزم داره سوت میکشه. تازه این رتبه دومه. رتبه اول کیه دیگه؟ رتبه اول که خیلی معروفه، یعنی همتون میشناسینش، چنگیزخان مغول. چنگیزخان مغول که رکورد بیشترین بچه دنیا رو داره، بیشترین فرزند دنیا رو داره. میگن که بین 2000 تا 6000 تا بچه داشت. نمیفهمم، اصلا نمیتونم بفهمم، نمیخوام بفهمم چجوری 2000 تا بچه داشته. میگن حداقل، یعنی هیچی بچه نداشته، 2000 تا داشته و به احتمال خیلی زیاد تا 6000 تا بچه داشته. بچه 6000 تا بچه از یه پدر، از یه پدر. مگه میشه همچین چیزی؟ اصلا نمیتونم باور کنم. مگه میشه؟ وقتی که ژنتیک آدمای دنیا رو بررسی کردن مشخص شد که 0.5% افرادی که توی این دنیا وجود دارن جدشون از چنگیزخان بوده. 0.5% از جمعیت کل دنیا جدش چنگیزخان بوده. وای چنگیزخان مغول چیکار کردی؟ خدایی اسم چنگیزخان برازندته. البته کلی هم آدم کشته. دمتون گرم که این ویدیو رو دیدین. عشقای من بچه‌ها حتما تو کامنت ها برام بنویسین به نظر شما عجیب ترینش کدوم بود. دیگه واضحه عجیب ترینش چنگیزخان مغول بود. نظرتون رو راجع به چنگیزخان مغول توی کامنت ها بنویسید. عشق من این دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی فعلا بای بای. پیشم عزیزم که شدی همه چیزم.